گفتی خچون بازرسی شهری نورک. راننده رو من کردم طلبیسون 5 سومان داد، میگه کمه، با 10 سومان دیگر گرفته بود. خدا میدونه یا کدام نمودی سلوجبان من کداو نه رادار در دستش، فقط پول جمع کردم. این با این میلیسیانیرها حتما شما نظارت کنید. چی گپای در شهر نورک، در شهر نورک شهری همین خیلی که سیاه بسیار، همه سیاه ها میبینش. راننده ما آمد مرحمت گوش میکنیم. 40 сом میگم ته پروتکل نمیکنم. چند سوم؟ 40 сом. 40 سومان؟ چی با خوی؟ ای تو شگون پروتکل دیگه نمیخوام. یه بخوام گپ زنم یا ای نه اما کنه. راننده ما سون جمع کیسه اینه راننده 40 سومان میگن. نه 40 сом میبرم میتونم شو. برای اینو میاماکیم هدا بود پیش مهمونو اکثر خواهی کردیم. سخت هم نه 65 بود چند بود؟ خیلی میتی دیگه چه میکنه که ما محترم کریم این حمده هم مراجعت کنیم. اینه بیچاره راننده 40 سومان. بیچاره راننده با ما مصلحت 60 سومان کرد تا نورکه. این 40 سومان شه هم جدو فرمای لباس های همچون کارمندی بازرسی، لیکن یگان نمود با کارمندی بازرسی معلوم نیست. این نه یگان значок داره در برش که معلوم باشه، نه یگان پلاسه داره با کارمندی بازرسی معلوم باشه. فقط همین رادار در دست پول. اینا آمد کارمند شوفیور راننده ما آمد. اینا 40 سومون گرفتم. ایت نخوش لیسم داده باشی. به خدا دادم. 40 سومان. میگه پروتکل نمیشه. ها پراورا بگیره چی داد کو میای کو چیرات به ایسوسو. هیچ نه تیگش نه گودم ایگش همیشه ما خیلی یگون میدن خیلی نشگاهی میباشد. روز احترام میکنن، خواه زن باشد خواه مرد. امروز روز جمعه هست، در گردن زن و مرد فرض است ادا کردن نمازش. این عقیده های باطل و عقیده های بیکاره که برای زن نماز جمعه فرض نیست، اینا را باید ما پس سر بگذاریم. برای زن از مرد دیده فرض تر است و امروز از همه مهمتر برای زنها هست نماز جمعه. در هر جایی که باشه الحمدلله امروز شما شکرانه کنین که گرد و گوشه که در کلاب ما و شما تمام مسجدها در داخلشان زنها داخل شده ایستادند. زنها موعظه را گوش میکنند، زنها هم از موعظه ها چکار میکنند؟ استفاده میکنند که این هم آبادی جمعیت است و این هم راحت ما و شما مردها هست. اذا سلمت الجموع سلمت الایام. پیغمبر خدا میگوید هر وقتایی که اگر از بنده مؤمن، اگر از امت من روز جمعهش به سلامت انجام یافت، باقی روزشان سلامت میماند. اگر روز جمعه را ما و شما با نمازش ادا بکنیم، اگر در روز جمعه ما و شما خیر احسان بکنیم، اگر در روز جمعه ما و شما زبانها را در پند نصیحت استفاده کنیم، باقی روزهایی که در پیش تا هفته دیگر می آید اینهاش هم پیغمبر خدا گفت خداوند نیک انجام می دهد. ان الله فرض علیکم الجموع فی یوم هذا و فی مقام هذا. پیغمبر خدا میگوید به درستی این که خداوند شما بر شما نماز جمعه را فرض گردانیده است، در همین روز جمعه
و در همین مقام در گردن ما و شما نماز جمعه را ادا کردنش فرض است. حتی رسول اکرم میگوید من مات یوم الجمعه، کسی اگر در روز جمعه از بنده مؤمن از دنیا میگذرد فله اجر شهید و وقی فتنه القبر. رسول اکرم گفت کسی که در روز جمعه از دنیا میگذرد خداوند دو بهترین مکافات نصیب او میکند. اولا همچنان است که شهید از دنیا گذشته است، اجر شهید بر انسان عطا میکند. دوما از فتنه های قبر خداوند اون بنده جمعه ادا میکردگی را نجات میدهد. خوش به حال اون مرد، خوش به حال اون زنی که نماز جمعه میخواند، خداوند از این مکافاتا البته نائلش میکند. لکن وعید پیغمبر برای آدمایی که ادا نمیکنند جمعه را چی است؟ رسول اکرم میگه من ترک ثلاثا جمعه تبع الله على قلبه و فی روایت الاخر فقد نبذ الاسلام وراء الظهر. رسول اکرم میگه کسی که اگر 3 جمعه را قصداً ترک میکند، یعنی بے پروایانه در نماز جمعه اشتراک نکند، خواه مرد باشد خواه زن باشد، رسول الله چی گفتند خداوند در دل او مهر میزند. یعنی در دل انسان وقتی که مهر کی زده شد همچنان است که دل بنده سیاه می شود. و ان ابعد الناس من الله القلب القاسی. پیغمبر گفت دورترین مردم از خدا کی است؟ کسانی هستند که دلهاشون سیاه است. دل کی سیاه شد تو از خدا دور میشه. در روایت دویمی که روایت کردن چی گفته است؟ فقط نبذ الاسلام وراء الظهر. کسی 3 جمعه را اگر قصدن یا از روی تنبلی اگر ترک کند همچنان است که اسلام در پس پشت خود گذاشته است. یعنی در اسلام هیچ اهمیتی نداده است. از این خاطر الحمدلله که امروز ما و شما در اطراف این نماز و این روزی که الحال اهمیتی او را، فرضیتی او را بر شما و فضیلت‌های او را بر شما خبر دادم اشتراکی داریم. انشاءالله ما و شما اجر بی نهایت زیاد و گرانی را خدا کرده باشد البته صاحب می شویم. موعظه‌ای که جمعه پیشین داشتیم که 2 جمعه پیوسته در باب ابو حنیفه بود، امام ما و شما، پیشوای ما و شما. فکر میکنیم که البته ما و شما از تاریخ حضرت آگاه شدیم، از عالم بودن حضرت آگاه شدیم. فقط همین گفتنی هستم که حضرت مکی ابن ابراهیم که این امام بخاری را استادش است، لکن بزرگی را ببین که شاگرد ابو حنیفه است. حضرت میگوید ابو حنیفه در زمان خودش همتا نداشت. به منزله ابو حنیفه دیگر انسان یافت نمیشد در علم. اعلم الناس فی اهل ابی حنیفه. حضرت گفتند داناترین مردم در زمان خودش ابو حنیفه بود. شداد ابن حکیم هم این سخن گفتند مثل ابو حنیفه در زمانش هیچ همتایی نداشتند. عبدالله ابن مبارک چی میگوید؟ میگوید وقتی من کوفه آمدم، در کوفه، شهر کوفه در آمدم و پرسان کردم ما اعلم الناس فی بلادکم، ای مردم کوفه بر من خبر بتین که عالم ترین مردم یمین کوفه کی است؟ کی است از همه در عالم پیشی که در همین کوفه زندگی میکند کی است؟ میگه از مردم کوفه چی شنیدم؟ فقالوا كلهم ابو حنیفه. مردم همون کوفه چی گفتن همش ابو حنیفه هست. هر جانبی که اگر از فضیلت‌های کسی میپرسین همش با کی است؟ حواله به ابو حنیفه هست. امام شافعی هم خیلی امام پیش است، امام اهل سنت است. از 4 ائمه ما و شما یکیش شافعی است. حضرت گفتند الناس عیال ابی حنیفه فی الفقه. در علم فقه، در علم مسئله تمام عالمای روی دنیا عیال ابو حنیفه هستند. نان ریزه های دسترخوان ابو حنیفه را میخورند. این قدر فضیلت در امامی که ما و شما مذهب به ایشان داریم انشاءالله موجود است. و امروز وعده کرده بودیم